انسانی که از موسیقی لذت ببره کافر میشه. دالی میاره ابن حزم میاره این است همین یوسف موسیقی خوب دارن و حقیقت دلیل عقلی هم میباره که فطرت انسان است. موسیقی میبرد راحت ان السماع فسق، گوش کردن موسیقی فسقه، انسان فاسق میکنه. اما اگر کسی از موسیقی لذت ببره، امام ابو حنیفه و شاگردانش و علمای احناف میفرمایند که گوش کردن فسق و تلذذ بهی کفر. انسانی که از موسیقی لذت ببره کافر میشه. جمهور فقها میگن موسیقی حرامه. این چند نفری که یا ابن حزم یا آقای یوسف قرضوی یا فلان و فلان و فلان اشاراتی دارن و استدلال هایی دارن که جواب اینا رو دادیم، اینها انگشت شمارن، اینا نظری دارن، نظر شخصی نه، ولی جمهور فقها به این نظرن که موسیقی حرامه و موسیقی کار لهو و لعبه.